سردار توخی است. خوب است شما خوب است جان. با خاطر دستبوسی شما آمدیم. 45 سال بعد از امریکا آمدیم. 20 روز پشت شما میگردم صاحب. من الله چقدر خوب شد که شما رو دیدم صاحب. واخلا خوب هستن. ستړی مشه. خیرات است توخی صاحب. زنده باشین انشاءالله. ستړی مشه. جوړ خیرات. ستړی مشه. جوړ خیرات. واخلا ستړی مشه مولوی سما. کوشش وکړو څنګه کې بعضی بیکاره خلک هم ستاسو کې کنه داخل مسئولیت جماعت د خو څنګه واخلا جناب صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ جانتان جور ادار دعایم بود که من شما را ببینم صاحب و واقعا که شما یکی از شهرهای افغانستان هستین. افتخار میکنم که من شما را از نزدیک دیدم. چه وقت میشه آمدید؟ من 20 روز میشه که آمدیم. در 20 روز پشت شما میگردم و برای من گفتن که شما به ولایات تشریف دارید. اصلا هیچ مشکلی نبوده. تمام واقعیت ها رو شما میگین و ما هم وقتی که برم دوباره ان شاء الله در میدیا اینمی واقعیت ها رو میگم که من چی دیدم در اینجا. افغانستان ان شاء الله جور میشه. افغانستان خودکفا شده. شهرهای مثل از اینا ما داریم. واقعا که افغانستان امروز به دست بچهای اصیل افغان که خون افغانی در رگایشان جریان داره افتاده و انشالله که افغانستان کاملا درست میشه. فعلا مثل ترکیه شده و انشالله تا 1 سال دیگه گارانتی میکنیم که بخیر افغانستان مثل اروپا و امریکا و دبی میشه. و فقط سانه میخوایم چه وقت بعد آمدی اینجا؟ 45 سال. 45 سال بعد 45 سال چیز تغییر کرده. بله واقعا دا باشین خداوند شما ماندار باشه. تا خوش شدم از مبین صاحب ترى ماشي ورا جوړې د خیر صاحب مرګره يم صحت د خیر داخل میرید توخی صاحب جوړې داخل میرید ما داخل بودم صاحب ان شاء الله